خیلی دوستانه خواهش کردم با این ادا اطوارها، با این حملات این شکلی، با زدن این ور اون ور، جنگ خاورمیانه رو به جنگ جهانی سوم تبدیل نکنید. اگر طرح ندارید، نمیتونید رژیم عوض کنید، من طرحمو میذارم بدون اینکه پولی از شما دریافت کنم، کارمو انجام میدم، رژیمو عوض میکنم بدون اینکه فقط شما بیایید و رسما بگید که نمیخواین ایران رو تجزیه کنید، بگید ما منصرف شدیم، نمیکنیم، تجزیه نمیکنیم. من همه چیزمو در طبق اخلاص میذارم و انجام میدم. پس انتخاب با شماست. میخواهید خاورمیانه‌ای که جنگ ادیان توشه، رادیکالیسم ها دارن قدرتمند میشن، همدیگه رو بکشید و فکر نکنید با کشتن و الان 5 سالگی تموم میشه، نه 5 سالم جنگ تموم بشه دوباره 5 سال بعد جنگ شروع میشه، چون 2-3 کشور جدید دارن تولید میشن. یا از این بازی ادیان خارج شید و اپوزیسیون یه سال بیاد و عرفان تصوف قدرت به سرزمین پارس